تمام ما مردم ایران ملیت و فرهنگمون رو به زبان فارسی مدیونیم و زبان فارسی هم بدون شک زندگیشو به شاهنامه فردوسی مدیونه. کتابی که زبان، فرهنگ و تاریخ فارسی رو از مرگ نجات داد و به تازگی به دستور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قرار شد در اختیار تمام مردم تاجیک قرار بگیره. دولت و مردم تاجیکستان جزو وطن پرست‌ترین ملت‌های دنیا. این اقدامات ملی‌گرایانه در تاجیکستان انقدر زیاده که حتی از خود ملت ایران هم جلو زده و بیشتر به تمدن فارسی اهمیت میده. سیاست‌های دولت در تاجیکستان تماماً ملی‌گرایانه است و نشون از ارزش‌های این فرهنگ میده. به اسکناس‌های این کشور که نگاهی بندازید متوجه اشخاص مهم و مؤثر در تاریخ فارسی میشید که روی این اسکناس‌ها نقش بستن. اگر به سرود ملی این کشور گوش بدید، موسیقی حماسی، کلمات اصیل، غیرت و وطن پرستی رو با تمام وجود حس میکنید. اگر اعتقادات مردم تاجیک رو درک کنید، متوجه علاقه بی حد و اندازه اونا به فرهنگ و زبان فارسی میشید و اگر به سیاست‌های دولت این کشور نگاهی بندازید، شور و اشتیاق به وطن و دوری کردن از فرهنگ‌های بیگانه رو مشاهده خواهید کرد. امروزه قراره به این ملت وطن پرست چیزی رو اهدا کنن که مثل سوخت برای موشکه. کتابی که میتونه فرهنگ ایران باستان رو دوباره به یاد مردم بیاره و اونا رو از درسای ارزشمندی که داره بهره‌مند کنه. این کتاب ارزشمند شاهنامه هستش که به دست حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشته شده. شاهکاری که به تنهایی تمدن یک کشور رو حفظ کرد و اون رو از مرگ نجات داد. این که یک ملت فرهنگ، تاریخ و زبانش رو مدیون یک نفر یا یک کتاب باشه ادعای بزرگیه و اگر امروز زبان فارسی وجود داره 100% حاصل تلاش‌های فردوسی بزرگه که مهمترین شخص تاریخ فرهنگی ایران محسوب میشه. امام علی رحمان با هدف آشنایی بیشتر مردم تاجیک با فرهنگ، تاریخ و تمدن فارسی دستور اهدای شاهنامه به مردم کشورش رو داده. اون گفته باید از فرهنگ پر افتخار و این میراث فرهنگی برای وحدت و انسجام مردم و سربلندی میهن استفاده کرد. در تاجیکستان به گسترش زبان فارسی تاکید زیادی میشه، اما قبل از اینکه توضیح بدم خوشحال میشم که اگر تا اینجای کارو دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید. همونطور که گفتم در تاجیکستان به گسترش زبان فارسی تاکید زیادی میشه و دولت و مردم هم در حال تلاش برای حفظ و نگهداری از این فرهنگن. اما هر چقدر در این کشور زبان فارسی اهمیت داره، در کشور همسایه یعنی افغانستان فرهنگ فارسی هر روز توسط حکومت طالبان محدودتر میشه. به شاهنامه برگردیم. این کتاب حماسی ترین کتاب شعر فارسیه که از 61,000 بیت تشکیل شده و حاصل 30 سال دسترنج و تلاش از ابوالقاسم فردوسیه. جالبه بدونید در این کتاب هیچ واژه عربی به کار نرفته و از نابترین واژه‌های فارسی استفاده شده و تنها کتابیه که بیش از 1000 بار درش از واژه ایران استفاده شده. شاهنامه مفهوم و محتوای خاصی داره و به 3 بخش اصلی تقسیم میشه. بخش اول اسطوره‌ایه که داستان آغاز جهان هستی و هدف از پیدایش اون رو توضیح میده. بخش دوم حماسیه و داخلش از پهلوانان بنامی مثل رستم یاد میکنه که هدفش حفاظت از ایران در برابر تورانه. و بخش سوم که تاریخیه و فردوسی در این بخش از حوادث و اتفاقات تاریخی دوره ساسانیان صحبت میکنه. نظر شما در این باره چیه؟ حتما داخل کامنت ها بهم بگید. در واقع هدف فردوسی بزرگ از شاهنامه صرفاً سرودن چند بیت شعر نبود، بلکه اون قصد داشت زبان، فرهنگ و تاریخ فارسی رو زنده و نام خودش رو جاودان کنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد دعوت میکنم چنلمون رو سابسکرایب کنید و به ویدیوهای بعدی کانالمون هم سر بزنید.